از رقص نسیم و گل خبردارم کن، از هلهله پرنده سرشارم کن. دست به سرم بکش بگو صبح بخیر، با پیک صفای صبح بیدارم کن. بله، این پیک خوب برنامه صفای سحر با یک جهان سلام و با صمیمیت کلام‌های نیک نثارتان بینندگان عزیز تلویزیون بهارستان، با امید آغاز باز هم یک صبح نکو در کشور عزیزمان تاجیکستان عزیز، برنامه نوبتی صفای سحر را منظور شما می‌گردانیم. و تماشابینان عزیز، برنامه صفای سحر طول یک چند سال است که پیشنهاد شما می شود و برنامه ما فراگیر بخش‌های جالب و رنگارنگ می باشد که با تماشای آنها شما می توانید طبع خود را خوش گردانید. خب بینندگان گرامی، باز هم برنامه را با شنیدن یک سرود زیبا آغاز می‌بخشیم. مرحمت. По небу, словно в море корабли, где бы я сегодня не был, слышу голос твой вдали. Вижу добрый взор отцовский, вижу все твои огни, от зеленых гор Морзовских и до улицы Айни. Душанбе, мой Душанбе, ты всегда в моей судьбе, буду верить и любить, без тебя мне не прожить. Где мой дом, мои друзья, где живет любовь моя, ты всегда в моей судьбе, Душанбе мой, Душанбе. Много песен есть на свете, но куда ни полечу, все равно я песню эту, путь дорогу захвачу. А когда вернусь с дороги, светлой улице пройдусь, и про радости, про встречи я как с другом поделюсь. Душанбе, мой Душанбе, ты всегда в моей судьбе, буду верить и любить, без тебя мне не прожить. Где мой дом, мои друзья, где живет любовь моя, ты всегда в моей судьбе, Душанбе мой, Душанбе. Душанбе мой, Душанбе, ты всегда в моей судьбе, буду верить и любить, без тебя мне не прожить. Где мой дом, мои друзья, где живет любовь моя, ты всегда в моей судьбе, Душанбе мой, Душанбе. ما هر روز با امید روزی خوب و با برار داشتن بیدار می شویم. ولی می دانید که روزی ما از خودی ما وابستگی دارد. یعنی چی طور ما روز را از صبحش آغاز می کنیم. اگر ما صبح خود را درست و برای خود منفعت آور آغاز کنیم، پس این برای داشتن روزی خوب، موفق و با برار تأثیر می رساند. بله، متخصصان معین کردند که انسان اگر هر صبح وابسته به رژه معین گردیده روز خود را آغاز کند، آن می تواند که به موفقیت ها در دوام روز نائل شود.
از جمله پیش از همه به ورزش بدن مشغول شود، سپس رژه معین غذا یعنی صبحانه را استعمال کند. درست است تماشابینان عزیز، صبحانه مهمترین غذایی می باشد که ما باید استعمال کنیم، زیرا صبحانه از صبح ارگانیسم ما را بیدار می کند و ما را با نیروی ضروری تامین می کند. بله، متخصصان ساحه طب نیز معاین کردند که بسیاری از بیماری‌ها با سبب رعایت نشدن رژه خوراکخوری به وجود می آیند. از این رو ضرور است که ما همیشه غذای سالم استعمال کنیم و با کودکان و نورسان نیز محض همین گونه خوراک‌ها را توصیه دهیم. و تماشابینان عزیز، منظور از این گفته ها بخش صبحانه است پیشنهادتان. بیاید این بخش را تماشا میکنیم و آماده نمودن یک نمود صبحانه را میآموزیم. صبح یکایک شما به خیر و شادی باشد بینندگان عزیز تلویزیون بهارستان. بخش نوبتی صبحانه است منظور شما در ادامه برنامه صبحگاهی صفای سحر و این لحظه ما تصمیم گرفتیم تا با شما طرز آماده کردن چنین نوع خوردنی را نشان دهیم. کار را از خرد کردن کارتوشکا شروع میکنیم. ما الکی کارتوشکا را از پوستش جدا کرده برای مدت آنها را درون آب نگاه داشتیم. کارتوشکا را از تروشک میگذرانیم. دو تا تخم را درون ظرف شکسته کمی نمک میپوشیم. کبودی را خرد کرده درون تخم میاندازیم. محلول آماده گشته را با کارتوشکا آمیخته میکنیم. روی توبه کمی روغن رستنی را ریخته با آن روغن مسکه را میاندازیم. کارتوشکا را کم کم درون توبه انداخته روی آن پنیر را از تروشک میگذرانیم و دلخواه زبوده را میپوشیم. روی توبه را پوشانیده منتظر می شویم تا خوردنی ما با پورگی آماده گردد. پس از 10 دقیقه خوردنی ما پخته شد. اکنون شما می توانید آن را نوش جان سازید. بینندگان عزیز، بار دیگر صبح زیبای وطن برای هر یک شما مبارک و فرخنده باشد. این ادامه برنامه صبحگاهی صفای سحر است که شما توسط تلویزیون بهارستان تماشا دارید. عین حال به برنامه ما تشریف آوردند یک نفر خواننده فعال مبینه رجبعلی زاده، خواننده صنف سوم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 60 ناحیه سینای شهر دوشنبه، اشتراکچی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است. این چونین داننده خوبی شاهنامه ابوالقاسم فردوسی. با برنامه ما خوش آمدید. تشکر. صبح همتون بخیر. من رجبعلی زاده مبینه، خواننده صنف سوم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی 60 ناحیه سینای شهر دوشنبه باشم. سلامت باشید مبینه. تا جایی که ما میدونیم شما با خواندن کتاب ها و از یاد کردن شعرهای گوناگون مشغول هستید. خوب بیاید برنامه رو با قرائت یک شعر پسندیده تان آغاز میکنیم. شعری تاجیکستان از استاد لایق شیرعلی. تاجیکستانی زیجان شیرین ترن،
تاجیکستانی جوان و دلبرم، مثل طفل دوست می‌دارم تو را، از تو آید بوی شیر مادرم. دوست دارم خلق گلدستی تو را، چشمه ها و روی پرشستی تو را. دوست دارم با خودش تدراز جان، هر غزال شوخ و سرمستی تو را. سلامت باشید. آفرین. گفتید که سال گذشته در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است اشتراک کردید. الکی تا به کدام دور آمده رسیدید؟ تا دور ناحیوی. یعنی تا دور ناحیوی شما اشتراک کردید؟ بله. و برای آزمون شما چند شعر، افسانه، چیستان از یاد کردید؟ چند کتاب خواندید؟ من زیاده از 50 کتاب، 50 لطیفه، 50 چیستان، 50 حکایه و 50 افسانه ها از یاد کردم. خب این سال که آزمون الکی باز شروع می‌گردد، چگونه آمادگی ها دارید؟ اشتراک میکنید؟ من اشتراک میکنم و آمادگی های من خیلی جدی میباشند. سلامت باشید. باور داریم که اگر یک سال شما اشتراک کردید الکی برای شما این تجربه شد، یعنی این سال باز با یک قوه، با یک نیروی نو شما در این آزمون سطح جمهوریوی اشتراک میکنید. طوری ما میدانیم که در این آزمون تمام قشرهای گوناگون جامعه اشتراک کرده میتوانند. از روی کدام نامیناسیون شما اشتراک میکنید؟ من از روی نامیناسیون ادبیات بچگانه اشتراک مینمایم. اینجا میخواستم یک شعری بچگانه پیشنهاد کنید. گل انار، نغمه تار، بوی بهار خواهرکم. مرغ سحر، شیر و شکر، جانک من خواهرکم. چمن چمن، گل سمن، جانک من خواهرکم. سلامت باشید. آفرین. و مبینه اینجا میخواستیم بفهمیم که چگونه پیدا شد شوق شما به کتابخوانی و اولین کتاب و یا افسانه و یا شعری بود که شما خواندید این کدام بود؟ با من این خیلی وابسته شد که من کتاب خوندم. من از همین وقتی که مکتب نمی رفتم، اپام برای من همین کتاب ها، داستان ها، هر چیز را می خوند و همین خیلی شوق من زیادتر شد. اولین افسانه که من خوندم این ملکه محتلا بود. آفرین مبینه. اینجا می بینیم که با کمک اپاتون شوق و رغبت شما با کتابخوانی پیدا شد. بله. مبینه به اندیشه شما همچون یک خواننده بسیار هم فعال، کتاب خواندن به انسان چی میدهد؟ کتاب خوندن برای ما خیلی مهم میباشد، چون که وقتی که ما مثال کتاب مثنوی معنوی جلال الدین بلخی را میخوانیم، در آنجا پر از حکمت است، یعنی اینکه معنای آن را فهمیم، خودمون میفهمیم که چرا کتابخوانی اینقدر خوب است. اشعار شاعران و نویسندگان کلاسیک فارس و تاجیک را زیاد میخوانید؟ بله، من زیادتر از استاد ابوالقاسم فردوسی، عبدالقادر بیدیل، ساتیم اولوغزاده، ابو عبدالله رودکی، کمال خوجندی را زیادتر میخوانم. از شاهنامه کدام داستان ها را مطالعه کرده اید؟ من از شاهنامه ابوالقاسم فردوسی داستان بهرام چوبینه و رستم و سهراب را خواندم. حاضر میخوام که برایتان از بر تخت نشستن بهرام چوبینه را قرائت نمایم. مرحمت. چو پیدا شد آن چادری قرگون، درخشان شد اختر به چرخ اندرون. چو آوازی دارنده پاس خواست، قلم خواست بهرام و قرطاس خواست. بیامد دبیر خیرمند دوراد، دوات و قلم پیش دانا نهاد. بعد او گفت عهد زی ایرانیان، بی باید نبیشتن بر این پرنیان. که بهرام شاه از تو پیروز بخت، سزاوار تاج از تو زیبای تخت. نجاید جز از راستی در جهان، چه بر آشکارا چه اندر نهان. نبیشتر شد و شب برداشتند، شبی تیره بی اندیشه بگذاشتند. آفرین مبینه. فکر میکنم که این برای تمام نفران جالب است بفهمیم که چگونه اشتراکچیان آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است همه اینقدر شعر و کتاب های خوندهشان را در یادشان میگیرند. شما با شما یگان کس کمک میکند یا شما خودتان تکرار میکنید چگونه شعر و کتاب های خوندهتان را در یادتان میگیرید؟ بسیارتر در همین اشتراکچیان آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است و آنها یاری میدهند. من بسیارتر استادم و معلمه همچنین مادرم کمک میرساندن. همین خیلی من هم در خاطرم میگرفتم.
یعنی شما کتاب را میخونید و باز آن را تکرار میکنید تا که در یادتان بگیرید. بله. خواندن شاهنامه را از کی باز شروع کردید؟ من خواندن شاهنامه را از همین سال شروع کردم. سلامت باشید. برای شما پسند است داستان‌های شاهنامه؟ بله، داستان‌های شاهنامه خیلی به من پسند است، چون که در آنها از آدمانی پهلوانانی ما، یعنی که رستم، سهراب، بهرام و غیره، یعنی که سیاوش و دیگرها معلومات پیدا میکنید. باعث خرسندی و فرحمندی است که با دستور پیشوای ملت محترم امام علی رحمان کتاب تاجیکان علامه باباجان غفورов با هر یک عائله تاجیک هدیه گردید و باز هم دستور داده شد که کتاب شاهنامه ابوالقاسم فردوسی به هر یک عائله تاجیک هدیه گردد. این اقدام البته از جانب تمام ساکنان جمهوری خوب پذیرایی شد و باور دارم که باز هم برای شناخت تاریخ تمدن ملت تاجیک این کتاب سهم ارزنده خود را میگذارد. بله، این درست است و مبینه ما اینجا میبینیم که شما افتخارنامه دارید. خب بگویید که این افتخارنامه ها از کجاند؟ یکی از افتخارنامه های من از محفل همیشه بهاره که من میروم از آنجا از مکتبمان دادند، چون که من فعالیتم را در آنجا نشان میدادم برای همین قدر و این دیگره از این میباشد که من در فروغ صبح دانایی کتاب است اشتراک ورزیدم، برای همین قدر به من دادند. سلامت باشید. در محفل همیشه بهار شما یگان شعر پیشنهاد میکنید یا حکایه؟ در آنجا ما زیادتر شعر و حکایه ها از خود ایجاد میکنم و من هم شعر هم حکایه از خود ایجاد میکنم. یعنی شما شعر و حکایه ایجاد میکنید؟ بله. یکی از حکایه ایجاد کردتان را میتوانید به ما نقل کنید؟ البته. تحفه. روز یک سگچه به خانه ما در آمد. در آنجا من بودم و نگاه کردم که او است و من او را چند روز نگاه داشتم. از صاحب وی خبری نبود. بعد یک چند روز پس صاحبش آمد. ما با سگچه اونس گرفته بودیم. همین قدر صاحب سگچه او را میگرفت ولی با سگچه فرار کرده به نزد من می آمد. در همان جا بعد صاحب همان سگچه‌ای که من او را نگاه کرده بودم آن را به من تحفه کرد. سلامت باشید. یعنی این حکایه ایجاد شما است؟ بله. استاد چی گفتند بعد اونی که این را پیشنهاد کردید؟ استاد گفتند که این خیلی خوب می باشد، باز هم وقتی کوشش کنی می توانی که باز غزل ها نویسی. و تا حال شما چند حکایه ایجاد کرده اید؟ من تا حال زیاده از 10 تا حکایه ایجاد کردم. و برای ایجاد یک حکایه چقدر وقت به شما لازم است؟ آنقدر هم حکایه نویسی دشوار نیست، چون که همین حکایه نویسی خیلی خوب می باشد. ما زیادتر باید همین با خود و با کلان سالانمان نشسته حکایه، شعر و غزل تمرین کرده نویسیم و همین خیلی یاد میگیریم. آنقدر هم این به من دشوار نبود. آفرین. یعنی از روی آن که شما با کتابخوانی مشغول هستید، به سر خود شما فکرها درباره هر گونه حکایه نوشتن میآیند. بله. آفرین. خب چون شما امسال نیز در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است اشتراک میکنید، میخواستیم چند ضرب المثل پیشنهاد کنید. با ماشینی ماه شوی، با دکشینی سیاه شوی. مهنت شرف است. زنبور اصل میدهد، زنبور الا درد میدهد. آفرین مبینه. و چیستان نیز میدانید؟ بله. خب میتوانید اینجا چند چیستان بگویید و من با نصرت الله کوشش میکنیم که به چیستانهای شما جواب یابیم. البته. چور پا دارد یک سوم، در تاری سرش دوم. این کرسی می باشد؟ نه. چور پا دارد و یک سوم، در تاری سرش دوم. این چیزی به کرسی مانند می باشد؟ نه. شاید این یگان نوع رستنی باشد. نه. چی باشد؟ نزدیکتر یعنی فهمون. این از ظرف ها می باشد. خب ما نیفتیم چی باشد؟ این چرخچوبی دوغکش می باشد. آفرین. سلامت باشید. باز میدونید؟ بله. شطوری مستی بشه، نه جو خورد نه ریشه.
آتش خورد همیشه. این گونه چیستان‌های دشوار را شما از کجا یافتید؟ من اینها را از یک کتاب مطالعه نمودم. چی باشد؟ این یگان جانور می باشد؟ نه. اشیا می باشد؟ تکنیک است به فکرم. بله. شاید قطاره باشد. بله. قطاره است؟ بله. پیشش پرواز است همان. سلامت باشید. خب به نظر من یک چیستانی گفته مبینه رو یافتم اما تو نیافتی. یک چیستان دیگر میگویم و اینش رو باید به نظر یابد. بینندگان منتظرند. پیرمردی به هنر، به اره و به تبر، می سازد کپروک از خود در کوه و دریای و جر. خود از خود می سازد کپروک در کوه باران؟ نه. بار دیگر تکرار کنید. پیرمردی به هنر، به اره و به تبر، می سازد کپروک از خود در کوه و دریای و جر. این یگان دریا اشیا می نباشد. باشد؟ نه. چی باشد این نزدیکتر؟ این از وقتی که در فصل زمستان است همان. طوفان؟ نه. در فصل یخ؟ بله یخ. یعنی یخ می باشد. بله. پاسخ این چیستان رو نیز من یافتم به نظر. باز هم من نیز برف قرضدار. گفتم، برفی باز یخ کرده. این یخ می باشد. سلامت باشید. بسیار هم چیستان‌های جالب بودند. فکر میکنم که برای بینندگان ما نیز این چیستان‌ها پسند آمدند. باز هم میخواستیم اینجا قرائت خوب شعرخوانی شما را بشنویم. بسیار زیبا قرائت میکنید. شعر درباره استاد. هر کی به استاد کرد آغاز کار، کار و بار او ندارد اعتبار. دامن استاد گیر و شاد شو، مدت خدمت کن و استاد شو. سلامت باشید. گفتید که در برابر آموزگار در مؤسسه شما رو با آزمون مادرتان آماده میکند. بله. پس میخواستیم از این منبر درباره مادر خود و تمام مادران تاجیکستان یک شعر خوب قرائت کنید. بود مادر رهاموزم از استاد خلیفه بابا جمعه زاده. بود مادر رهاموزم، رهاموز شب و روزم، الف بای حیات خود از این استاد آموزم. اگر جای روم ناگه مرا او خود می کابد، دلش آینه ای دنیاست که من را زود می یابد. به حق شیر پاکی که بود روز غذای من، از سوی پیریش گردم خدا گردد رضای من. سلامت باشید مبینه. شما گفتید که در صنف سیوم تحصیل میکنید. بله. و در مکتب تحصیلتان چگونه است؟ در مکتب تحصیل من خیلی خوب می باشد. من در مکتب همراه همصنفانم بسیار وقتها به کتابخانه مکتبم رفته نشسته کتاب‌ها مطالعه می نمایم. شما چگونه وقت می‌یابید برای تیار نمودن وظیفه خانگی و بیرون از درس‌ها خواندن هر گونه کتاب‌ها؟ من وقتی که از درس می آیم یگان نمود خوراک خورده بعد در سر درس می نشینم، بعد کمتر نشسته کتاب می خوانم و استراحت می کنم. یعنی شما با همه این کارها وقتی معین جدا میکنید؟ بله. آفرین. در بعض موارد هستند کودکان و نورسانی که آنقدر مطالعه کردن را دوست نمی‌دارند. برای چی باشد؟ بسیار وقتها آدمان همین که آدم ذوق داشته باشد همیشه کتاب میخواند، وقتی که ذوق نداشته باشد نمیخواند. ولی من مطمئنم که بسیار خوانندگانی هستند که همیشه کتاب میخوانند. بله هستند، ولی برای آن نفرانی که کمتر توجه دارند شما چی توصیه می‌دهید؟ من به آنها این خیلی توصیه می‌دهم که آنها زیادتر وقتشان را با کتاب صرف کنند، چون که کتاب سرچشمه حیات میباشد. وقتی که ما کتاب میخوانیم یگان معنا دارد و آن معنایشان را فهمیم، ما میفهمیم که کتابخوانی چقدر جالب میباشد. سلامت باشید. آفرین. بیاید از نقشه های شما برای آینده پرسان شویم. چی نقشه هایی هست؟ من در آینده نقشه های دارم که وقتی که همین آزمون فروغ صوفی دانایی شد اشتراک کنم و زیادتر کتاب خوانم. همین خیلی زیادتر در کتابخانه مکتبمون باز نشسته کتاب خوانم و همین خیلی در محفل همیشه بهار اشتراک ورزم و
شعر و حکایه های زیاد از خود ایجاد نمایند. یعنی شما میخواهید باز هم دانش خود را کاملتر کنید و کتاب های زیادتر را مطالعه کنید. بله. و ما با شما در آزمون فروغ حساب دانای کتاب است موفقیت ها را آرزومندیم و آرزو داریم که شما غالب این آزمون شوید. تشکر زیاد. با برنامه صبحگاهی صفای سحر خوش آمدید. تشکر. و تماشابینان عزیز یادآور می‌شویم که مهمان برنامه امروزه ما بود رجب علیزاده، مبینه خواننده صنف 3 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 60 ناحیه سینای شهر دوشنبه. بله بینندگان گرامی، برنامه صبحگاهی صفای سحر ادامه دارد، ما را همراه باشید. ما انسان‌ها را ضرور است که همیشه برای رشد و انکشاف دادن ذهن خود کوشش به خرج دهیم. برای این پیوسته به بازی‌های گوناگون ذهنی مشغول شدن به منفعت کار میباشد. حالا که ارگانیسم کودکان و نورسان در حال انکشاف است، ضرور است که برای رشد دادن ذهن آنها با آنها البته هر گونه مشغولیت‌های ذهنی را راه اندازی کنیم. تماشابینان عزیز، اگر شما می‌خواهید ذهن خود را قوی‌تر کنید، پس بازی کردن هر گونه بازی‌های متماتیکی و یا سنجش‌های ذهنی البته توصیه می‌شوند. و تماشابینان عزیز، ما در برنامه بخش را با نام سنجش ذهنی جای دادیم که با تماشای این بخش شما می‌توانید ذهن خود را بسنجید. خب این بخش را پیشنهادتان می‌کنیم. салом бинандагони азиз, ин субҳ мо тасмим гирифтем то боз як тести дигарро барои муайян кардани сатҳи қавигии ҳофизаи шумо анҷом диҳем. ба расмҳои дар экран пахшшуда бо диққат нигаред ва ҳисоб кардани шумораи ҷавобҳои дурустро фаромӯш насозед. ин лаҳза бошад, биёед оғоз мекунем. ана ба ин тасвир бо диққат менигарем ва кӯшиш мекунем то ҷузъиётҳои дар он бударо дар хотир гирем. мегузарем ба расми навбатӣ. боз таваҷҷӯҳ мекунем ба расми дигар. тасвири чорум. комилан тамаркузи худро ба он равона мекунем. назар мекунем ба тасвири охирон ва кӯшиш мекунем то онро ба хубӣ дар хотир гирем. акнун биёед мегузарем ба муайян кардани тафсилотҳо. охир онҳо ҷузъи асосии бахши мо ба ҳисоб мераванд. оё ранги лентаи бастаи дар дасти писарак буда чӣ гуна аст? ҷавоби дуруст. ранги лента зард мебошад. ба гуфти шумо дар умум ин ҷонварон чанд чашм доранд? ҷавоби дуруст. ҳамагӣ онҳо 5 чашм доранд. оё дар пушти ин доираҳо чӣ пинҳон карда шудааст? ҷавоби дуруст. ҳайкали сагҳо. на он қадар осон, ҳамин тавр не? инаш бошад каме мушкилтар аст. оё дар он ҷо чӣ пинҳон карда шудааст? ҷавоби дуруст. 2 парранда. аз ҳама шарти мушкилтарин дар ин бахш. ба гуфти шумо дар пушти доира чӣ ҷойгир аст?
ҷавоби дуруст. дар онҷо як аспи ғайриоддӣ ҷойгир аст. акнун биёед ин лаҳза муайян мекунем ки шумо соҳиби чанд хол гаштед. натиҷаҳо: агар шумо соҳиби 15 хол гардидед, шумо дорои хотираи ҳайратангез ҳастед ва дигарон ба шумо бисёр вақт ҳасудӣ мекунанд. агар шумо соҳиби аз 14 то 11 хол гардидед, шумо дорои хотираи олӣ ҳастед. шумо ба хубӣ ҳама гуна нақшҳоро ба хотир гирифта метавонед ва ба осонӣ онҳоро ба забон оварда метавонед. агар шумо дорои аз 13 то 8 хол гаштед, шумо хотираи хуб доред. шумо бе мушкилӣ ҳама чизеро ки мебинед ба хотир мегиред. агар шумо соҳиби аз 7 то 5 хол гардидед, мутаассифам, вале шумо бояд ҷиддан ба инкишофдиҳии майнаи сари худ машғул шавед. ҳеҷ гоҳ нигарон нашавед. ҳама кор роҳи ҳалли худро дорад. бинандагони азиз, дар ин ҷо бахши навбатии барномаи мо ба охир мерасад. бахшҳои дигари барномаи мо идома доранд. бо мо буданро фаромӯш насозед. тамошобинони азиз, ин идомаи барномаи субҳгоҳи сафои саҳар аст. хаста набошед, бахшҳои дигари барномаи мо идома доранд. аз субҳгоҳон таъби хушу болида доштан имкон медиҳад ки мо дар давоми рӯз ҳама он нақша ва ниятҳое ки дорем ба хубӣ аз ӯҳдаашон бароем ва корҳоямонро бо муваффақият анҷом диҳем. бинандагони гиромӣ, ин ҷо пешниҳодатон аст як саҳнаи ҳаҷвӣ.
صحنه هجوی را تماشا میکنیم و طبع خود را خوش میکنیم. خب بچه ها، یک مسئله است. حاضر من میخونم، شما باشد چیکار میکنید؟ جواب میگویید به من. شرط مسئله چنین است: پیرزن 60 سال دارد، پیرمرد باشد 67 سال است. خب پیرمرد از پیرزن چند سال کلان است؟ چند؟ آمدی؟ بله. خوش آمدی، خوش آمدی، خوش آمدی بهرام جان. ساعت چند؟ ساعت 11. ساعت 11. این 2 ساعت کجا میگردی؟ آخر خودتون گفته بودید که با کلان سالان یاردن در کار. با پیرزن و پیرمردها من گفته و تاکید هر روز میکنم. همین خیلی نه بچه ها؟ فرض کردیم گذراندیم. بچه ها یک سوال دارم. همین موی سفید با بهرام جان ما در چند دقیقه راه رو میگذاریم؟ 5 دقیقه کفایه؟ بله. خب فرض کردیم گذراندیم. 1 ساعت و 55 دقیقه دیگر با چی کار مشغول بودی؟ 1 ساعت 55 دقیقه دیگر. اون از راه رو گذاشتن نمیخواست. کی نمیخواست از راه گذاشتن؟ سفید. اون رو من از جمعش کشونده. 2 ساعت؟ بله. 2 ساعت از راه همیشه گذروندی؟ بله. نصرت الله چی فکر میکنی؟ حرارتی سطح آفتاب بیشتر است و یا حرارتی رعد و برق؟ حرارت سطح آفتاب بیشتر است یا حرارت رعد و برق؟ بله. با فکر من درباره آفتاب کم و بیش معلومات دارم، ولی درباره رعد و برق نسبتاً کمتر. ولی فکر میکنم که هنگامی که با هم پیوند میشوند خودی همین شاخه های رعد و برق شاید حرارتش بیشتر باشد. تخمین میکنم. بله، در حقیقت این درست می باشد، زیرا حرارت سطح آفتاب قریب به 6000 گرادوس می رسد، ولی حرارت رعد و برق باشد به 30000 گرادوس. ولی این دلیل تنها با نظرداشت سطح آفتاب درست است، زیرا داخل آفتاب حرارت 15 میلیون گرادوس را دارد. بله، واقعا هم این دلیل خیلی جالب هم هست و فکر میکنم که کم هستند آن نفرانی که وابسته به رعد و برق معلومات ضروری دارند. بینندگان گرامی، البته دلیل های جالب در جهان وابسته به موضوع های گوناگون خیلی زیادند. ما را ضرور است که برای دانستن چنین دلیل ها البته پیوسته کوشش نماییم. و تماشابینان عزیز، برنامه صفای سحر به شما یک امکانیتی خیلی خوب می باشد، زیرا در برنامه ما به شما بخش های فایده آور و جالب را پیشنهاد میکنیم. خوب تماشابینان عزیز، بخش دلیل های جالب است منظور شما. با دقت باشید. салом дӯстон, мисли ҳамеша имрӯз боз ҳам тасмим гирифтем то шуморо бо якчанд далелҳои аҷиби худ ошно намоем. бо диққат буданро фаромӯш насозед. оё медонед, аввалин боғи ҳайвонот соли 1829 дар Англия ташкил шудааст? оё медонед, фламинго тақрибан 80 сол умр мебинад? агата кристи машҳуртарин муаллифи рӯи дунё ба ҳисоб меравад. асарҳои ӯ тақрибан бо 40 забони дунё тарҷума шудаанд. оё медонед, дар ҷопон соли таҳсил аз 1 апрел оғоз мегардад? таҷрибаҳо нишон медиҳанд, ки инсон дар тӯли умри худ тақрибан 38 рӯзашро ба шустани дандонҳои худ сарф мекунад.
عالمان اثبات کردند که فراموش خاطری بعضا وقت برای معاینه سری انسان روندی فایده‌ناک به حساب می رود. آیا می دانید سنجاب قابلیت فرق کردن رنگ سرخ را ندارد؟ در اندونزی زیاده از 13,000 جزیره موجود است. تماشابینان عزیز، اینها بودند یک چند دلیل های جالبی که این صبح برایتان پیشکش نمودیم. بخش‌های دیگری برنامه ما ادامه دارند. با ما بودن را فراموش نسازید.
тамошобинони азиз, бо тамошои якчанд бахш расидем ба анҷоми барномаи субҳгоҳи Сафои саҳар. анҷоми барномаи мо оғози барномаҳои дигари телевизиони Баҳористон мебошад. бале бинандагони гиромӣ, дар фарҷоми барнома барои шумо бурдборӣ, комёбӣ, саломатӣ ва саодати рӯзгорро орзумандем. бигзор дар кишвари азизамон Тоҷикистони азиз кӯдакону наврасон пайваста ба илмомӯзӣ ва аз худ кардани касбу кори гуногун машғул бошанд ва бо як рӯҳияи баланди ватандӯстӣ ба камол расанд. ва тамошобинони азиз, ба шумо рӯзгори осоишта, саломатӣ, сарбаландӣ ва муваффақиятҳои зиёдро орзумандем. зиндагӣ ширин аст, мисли ширинӣ як рӯзи ширин. зиндагӣ зебо аст, мисли зебогии як ғунчаи боз. зиндагӣ так-таки ин соатҳост. зиндагӣ чархиши ақрабакҳост. пас бигузоред зиндагиятон ончунон зебо гузарад ки ногуфтанӣ. ба шумо зиндагии хубу осоишта боз ҳам таманно дорем. ҳамеша муваффақ ва сарбаланд бошед. то субҳи дигар хайр.